سلام، احمد شریفپور هستم از وبلاگ معمار افزار به آدرس archiver.ir. در خدمتتون هستم با دومین قسمت از مجموعه ویدیوهای حرفه‌ای نیستید و توی این ویدیو میخوام در مورد اندازه گیری صحبت کنم، چیزی که غالب دوستان ما با اندازه گذاری اشتباه میگیرنش. موضوع اصلی این ویدیو اینه که شما وقتی میخواید توی اتوکد فاصله بین دو تا نقطه رو محاسبه بکنید باید از دستور دیستنس استفاده بکنید. DI مخفف دیست که دستور دیستنس رو برای ما اجرا میکنه و میتونیم فاصله دو تا نقطه رو اندازه بگیریم و اون رو توی خط فرمان ببینیم. اما کاری که بسیاری از دوستان انجام میدن اینه که به جای اندازه گیری به سراغ ابزارهای اندازه گذاری میرن. ابزارهایی که اینجا میتونیم ببینیمشون یا توی تب انوتیت توی این قسمت. اگر شما هم به جای استفاده از ابزار دیستنس یا اندازه گیری از ابزار اندازه گذاری استفاده میکنید باید بدونید که کارتون حرفه‌ای نیست. من برای این حرفم 4 تا دلیل دارم. اول از همه این که ابزارهای اندازه گذاری همیشه به شما جواب نمیدن. یعنی خیلی وقتا عددی رو که میخواید بخونید نمیتونید پیدا کنید. مثلا من دستور اندازه گذاری لینیر رو اینجا اجرا میکنم و میخوام این طول رو ببینم. همونطوری که میبینید این عدد انقدر کوچیکه که من باید برم زوم کنم، عدد رو ببینم و بعد برگردم کارم رو ادامه بدم. باز نمونه دیگرش رو ببینیم. من این رو ببندم. میخوام اندازه این دیوار رو بفهمم که چقدر هست. این ابزار رو دوباره اجرا میکنم. این دوتا نقطه رو که کلیک میکنم این بار دیگه عدد اندازه برای من خیلی بزرگه، متناسب نقشه من نیست. دلیلش همینه که اتوکد وقتی شما تازه یه ترسیم رو باز میکنید و شروع به کار میکنید معمولا با استایل های اندازه گذاری پیشفرض خودش یعنی استاندارد یا ایزو 25 اندازه ها رو میزنه و به هر حال ممکنه ابعاد و اندازه ی سیستم اندازه گذاری مناسب ترسیمی که شما انجام دادید نباشه. پس دلیل اول اینه که همیشه نمیتونید به راحتی عدد رو بخونید، در صورتی که با DI شما بلافاصله توی خط فرمان و مستقل از سایز نقشتون میتونید اعداد مورد نیازتون رو پیدا بکنید. دلیل دومی که میگم استفاده از ابزارهای اندازه گذاری صحیح نیست اینه که به شما خطا میده. اندازه این دیوار رو ببینید، فاصله که توی یه پلان معمولی اندازه گیری شده بین شروع یه پنجره تا ستونی که ما داریم. اینجا این عدد 250 دیده میشه. اما اگه من بیام با دیستنس اندازه این رو بگیرم، همونطوری که میبینید این اندازه برابر 2.47، یعنی حداقل من اینجا 3 سانتی متر خطا دارم. این خطا ممکنه الان که دارم اندازه گذاری میکنم یا دارم یه فاصله ای رو میخونم چندان به چشم نیاد، اما در یه طول بلندی مثل این وقتی مجموع این خطاها با هم جمع بشه شما آخر کار یه جایی با مشکل روبرو میشید. وقتی چیزی رو با توجه به این اندازه 250 ترسیم میکنید و بعد توی این محل جا نمیشه مجبور میشید ادیت هایی رو انجام بدید، متوجه میشید که این خطای به وجود اومده چقدر برای شما دردسر ایجاد کرده. دلیل این خطا حالا توی این یک مورد مثلا ممکنه این باشه که من اندازه گذاریم رو طوری تنظیم کردم که اعدادش با 5 گرد بشن، یعنی هیچ وقت خورده به من نشون نده، فقط مضارب 5 رو برای من نمایش بده. جای دیگه ای که ممکنه این خطا به وجود بیاد زمانیه که شما توی یه پلان یا توی یه نقشه از ابزار اندازه گذاری استفاده کنید که اسکیلش دستکاری شده. عددی رو که میخونه دقیقاً به همون اندازه برای شما نمایش نمیده. مثال میزنم، من توی این نقشه مثلا به سراغ این ترسیمی که اینجا وجود داره میرم. خود این نقشه یه مشکل اساسی داره، در یه ویدیوی دیگه بهش میرسیم. اما این نقشه رو به اشتباه حالا برای اینکه 1.50 باشه و 1.50 چاپ بشه 2 برابر اندازه معمول کشیدن. به عبارت دیگه وقتی من دستور دیستنس رو اجرا میکنم و این فاصله رو اندازه میگیرم این برابر 4 دهمه.
اما موقعی که اندازه میزنم این رو 0.2 میبینم و این باعث به وجود اومدن خطا میشه. حتی ممکنه این مشکل به وجود بیاد که شما استایل های مختلفی رو برای مقیاس های مختلف 1.50 1.20 یا حالت های دیگه داشته باشید و بعد یه اندازه گذاری روی این انجام بدید و اصلا یه عدد دیگر رو بهتون بده، به این دلیل که تنظیم شده با یه مقیاس دیگه، با یه ضریب دیگه برای اندازه گیری آبجکت های متفاوت. این عدد اندازه گذاری رو شما مثلا میتونید توی این قسمت پرایمری یونیت توی این اسکیل فاکتورتون ببینید. بنابراین اندازه گیری، محاسبه فاصله با استفاده از این ابزارها دومین مشکلش اینه که خطا بهتون میده. اما مشکل سومش سرعت کار ماست. وقتی شما میخواید یه فاصله ای رو با یکی از این ابزارها اندازه بگیرید، تقریبا باید 4 تا عملیات انجام بدید. دستور رو اجرا کنید، 2 تا نقطه رو کلیک بکنید و وقتی عدد رو خوندید دستور رو قطع بکنید. اما با استفاده از دستور دیستنس شما در همه موارد فقط به 3 مرحله احتیاج دارید. یکی اجرای دستور، کلیک نقطه اول و کلیک نقطه دوم. این تازه در ساده ترین حالتشه. فرض کنید من یه زمین بدمینتون اینجا دارم و میخوام طول و عرضش رو محاسبه بکنم. با استفاده از ابزارهای اندازه‌گذاری شما باید این کار رو با 2 تا دستور انجام بدید. یه دستور برای طول این یعنی 4 مرحله، یه دستور هم برای عرض این یعنی 8 مرحله جمعاً. اما در مورد دستور دیستنس این کار با همون 3 مرحله اجرا میشه. دیستنس من قطر این رو میگیرم، اما به جایی که طولش رو بخونم دلتا ایکس و دلتا ایگرگش رو میخونم. همونطوری که میبینید دستور دیستنس اطلاعات خیلی زیادی از 2 تا نقطه‌ای که کلیک کردیم به ما میده. فاصله مستقیمشون، فاصله افقیشون در واقع این طول، فاصله عمودیشون، طولی که من اینجا کنار زمینم دارم و فاصله در جهت Z. و البته این خودش دلیل چهارمیه که میگم استفاده از این ابزارهای اندازه گذاری به جای دیستنس غلطه. وقتی شما از این ابزارها استفاده میکنید یه سری اطلاعات رو از دست میدید. من یه نمونه ساده توپوگرافی اینجا دارم. برای اینکه یکم خلوت‌تر بشه من خطای توپوگرافی اصلیش رو فقط روشن میذارم و توی این شیب یا توپوگرافی که دارم 3-4 تا ساختمون چیده شده. من اگه بخوام فاصله این 2 تا رو اندازه بگیرم و با استفاده از این دستورات جلو برم یه عددی رو به من میده مثلا 25 و 84. اما این عدد همه اطلاعات نیست. این فاصله 25 84 فاصله دقیق اینها نیست. من اگه این کار رو با دیستنس انجام بدم به من میگه فاصله اینها 27 و 90، فاصله افقیشون 25، فاصله عمودیشون 2 و 60 و اینا به اندازه 10 متر و نیم با هم اختلاف ارتفاع دارن. این چیزیه که با استفاده از ابزار اندازه گذاری شما هیچ وقت بهش نمیرسید. هیچ وقت شما نمیتونید عدد Z رو به دست بیارید. و بعدن این اختلاف ارتفاع داشتنها، این چیزی که به اصطلاح کدکارها بهش میگن زد پیدا کردن نقشه، باعث میشه که توی هاشور زدنها، توی تریما اکستندها و خیلی جای دیگه با مشکل روبرو بشید. بنابراین من حرفم رو اینجا تمام میکنم با یه نتیجه گیری ساده. اگر شما هم برای محاسبه فاصله 2 تا نقطه به جای ابزار دیستنس یا ابزارهای اندازه گیری معمولی به سراغ ابزارهای اندازه گذاری میرید، کارتون حرفه‌ای نیست.